بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. پوپلتق یام قایم کرده والا. سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های اشک و لبخند خوش آمدید. امروز ما در یکی از مناطق کابل نیاز مبرم مردم رسیدگی کردیم. پس از شما خواهش میکنیم تا اخیر برنامه بیننده باشید و سابسکرایب چینل و فشار دادن علامت هشدار را فراموش نکنید تا با شما در هر جا باشیم. دیگه این طرف یک تعداد مردم اینجا بمبا زدن که از او استفاده میکنن تا یک قسمت جای اینجا میره تازه جور کردن. بالا ذخیره دادن، از برق مسجد استفاده میکنن به خاطر کشیدن آب. آب مایه حیات بشر هست. آب از جمله نعمت‌های الهی به شمار می رود، ولی ساکنان این محله کابل از کمبودی آب در این محله رنج میبرند. در این محله تنها چند خانه محدودی به آب آشامیدنی دسترسی دارند که مردمان این محله را کفایت نمی کند. همکاران ما به درخواست باشندگان این دهکده جویای حالت زندگی باشندگان این محله شدند. این کلش خانه‌های قدیمی است. سلام برسه بر شما، امیدوار هستیم که جور و سلامت سرحال باشین در کشوری که زندگی میکنین. ما امروز آمدیم به سایه قلعه بختیار در نزدیکی قصر دارالامان، جایی که مردم از سابق اینجا زندگی میکنه و شما این وضعیت هم میبینین که کلش هم خانه‌های سابقه است. و در اینجا آمدیم به خاطر سروی یکی دو بمبه آب که مردم زیاد به مشکل آب مواجه هستند و قرار است که به کمک یاری پروردگار و به همکاری خانواده پوپلزه از کشور اتریش که بر ما یک مبلغ روان کرده بودن، گفتن که یک بمبه آب جای افر کنین. دیگه ما آمدیم به سایه قلعه بختیار، میخواهیم که اینجا بخیر یک بمبه را جور کنیم و به همکاری خانواده پوپلزه. دیگه خودتان دوستان عزیز مشاهده میکنین که اونجا یک دانه ذخیره‌گاه است. مردم بیشترش از همین جواب میبرن و کسایی هستن که از بالا میان یا از پایین میان، منتها در بالا زیاد مشکل داره مردم. ما میریم دیگه جایی که مد نظر است یک میبینیم و یک بمبه سابقه اونجا است که خشک شده، نمیفهم خراب است یا خشک شده، او را باز بعداً برتان به تصویر خود کشیدیم. ما دیگه میریم فعلا همونجا ببینیم دوستا هموطنای ما که در این ساعت زندگی میکنن چی میگن درباره مشکلات آب. ما را همراه باشین دیگه. فعلا ما در سایه قلعه بختیار هستیم. اینجا خانه ما شد. خب ستور اینجا هست یا نه؟ نه اینجا نیست، میرم از پیش مسجد چیز میگیرم. چرا اینجا نیست؟ نیست، خشک شده. خشک شده؟ نه یا ما مسجد هم خشک شده. نه نیست. چی مشکل است؟ او چرا نیست؟ مشکل چیه؟ چا خشک میشه. خشک شده یا میشه؟ 5 دقیقه 4 دقیقه میده. چی میگی؟ واو کم کرده. والله نه خو اینجا هم یک مشکل کلانه. این مردم چی کنه خیلی؟ نیستی؟ تشکر بسیار دادم شما برای مردم بسیار که پریشان بود و نداشتن هیچ کس و به خاطر دینا بسیار خوب تشکر بسیار دادم شما. هر کس کمک کرده دیگه برش دعا میکنه نه؟ سلامت باشید ما تشکر بسیار دادم. مردم بسیار خوش تمام سلامت باشید. نه دوستا شما میبینین کلگی مشکل آب داره نه؟ از او طرف هم مانه کاکا بشکوره گرفته کشته او میگرده. جاد مانده میشین دیگه از قرای دور که او میاره نه؟ خوش هستی که بخیر یک نزدیک خانه تان یک بمبه جور شو و علیکم شاباس. یعنی دوستای عزیز ببینن که این تفلک اینه قدر بار کده باید این از کجا میاری؟ اونجا؟ اینجا نیست او؟ اینجا خونه میگه برین طرف خطه. خب بیا خیر باشه انشالله صبح نه دیگه صبح یک دو سه روز بعد جور میشه باز نزدیک میشه برتان. صحیح؟ نامه که تو چی از شاباس؟ خورشید؟ چی میکنی دختر جان؟ او میاری. از دور از کجا میاری؟ از اونو پیش. چرا اینجا او نیست؟ نه خود از کنش شده. خود است؟ خوش هستی که اینجا یک بمبه جور شوه؟ اون کار کرده میره بخیر دیگه.
از مشکلات خلاص میشین بخیر. خب برای شاباس نام خدا. نه میبینین دوستکای ما را که کلش مشکل ها دارن. بیا تو پالوان، تو کجا رفتی؟ مانده نباشی. و علیکم. نامه که چیست؟ عرفان. چی؟ عرفان. عرفان جان کجا میری؟ آو میگیریم. او میگیری؟ از کجا؟ اینجا او نیست؟ نه. خوش هستی که اینجا بمبا جور شو بخیر؟ نزدیک شو بخیر دیگه نه؟ باز مقصد بمبا را خراب نکنی که خیزک دیز سر بمبا و یا سعیست؟ برو شو با صاف بریم. یام دوستا عزیز اطفال عزیز ماست که با اینی در کجا هستم یاوه که شما میگیرین؟ از کجا میارین؟ هر روز دیگه دمی جنجال هستی نه؟ دمی خانه دیگه که او زیاد مصرف شو خوب قارت میاد دیگه؟ میگه زیاد مصرف نکنین که از کجا بیاریم ها؟ نونه بخیر پیش مسجد دیگه بمبا را جور کردیم بخیر تا 2-3 روزه تکمیل میشه. باز دیگه راه نزدیک میشه. هر کس کمک کرده بگو خدا خیرشان بده دیگه. خدا خیرشان بده. کجا بودی مانده نباشی؟ شب رفته بودم. پشتاو رفته بودی؟ مانده شدی زیاد؟ از کجا آوردی؟ دور است؟ کجا میبری؟ خانه کجاست؟ پیش است. پیش است؟ هنوز دیگه راه مانده؟ در پیش خانه تا نگه بمبا بزنیم خوب است؟ خوب است. باز او بازک باشه یا بمبا باشه؟ بازک میشه. نه شوخه کت تیار خور هستی دیگه او بازک باشه. بمبا را باز اشتکا کمک دست میزنم خراب هم میشه نه؟ برو پناهت به خدا دیگه. محترم خوب هستین؟ خیر جان و جور است. حالی اطفال بر ساتری و بر پارک رفتن از یا بر او آوردن؟ نه او میبرم. ها؟ او میبرم. مشکل او است نه؟ مشکل او میبرم. نام خودت چی است؟ عبدالجلیل احمدی. احمدی صاحب خوش هستی که در نزدیکا یک بمبا چرا یه خیر جاری است. چرا مردم خیلی با مشکل آب هستن نه؟ بله. خودت هم باشنده همینجا هستی دیگه؟ بله نصف شب میبرن پشتاو. وام اگر باشه اگر نباشن دیگه از کجا میارن ها؟ همین خانه شخصی را بزامت میسازن. زنگ ترقص میزنن که او بتیه بساته. والا مردم مجبور از دیگه که نباشن نمیشنه. بیا خدا مهربان از ما کار بمبا را شروع کردیم انشالله تا 2-3 روزه تکمیل میشه. حج دنیا آخرت نصیب کن. با عزت باشی قربانت بخیر باشی زنده باشی. چی کردی او یافتی نیافتی؟ نه نیافتی؟ برقا نیست دیگه اگر خانه همسایه هم رفته باشی دیگه او نیست ها؟ هفت و نیم ساعت. چند متر میخورن؟ 120 متر قرارداد کو 120 متر میکنیم که دایمی دیگه ان شاء الله توکلش به خدا دیگه دایمی او بده. هفت و نیم ساعت نه 600 را پس او بده چرا تو مرا؟ نه 120 مترش با تو داده قراردادش زیاد است. 100 متر 600 بده. 100 متر 4 نیم ساعت 4 قنبر کنده و چاره بچه قنبر فرق و راحت اونو برو پرسان کو. خالی کار ثواب یا کار کو کم 100 110 متر 120 متر. دو تا دیگه از این بود پیشتر 2-3 دفعه چالان میکنیم و باز پس خوش میشه. چی از کم کنده شده او نیست چی مشکل است؟ چای اونست او که قمیشه بس کنده میشه پس. 65 متر کندگی بود. اون دیگه ما قمیشه که با مردم وضو کنه. چقدر فامیلا اینجا هست با مشکل او مواجه است؟ 15-20 فامیل است. 15-20 فامیل. نه که او عزیزه میبره. دیگه خازیشون است یا خازیش است از قریه دیگه می از این قریه می. خب از بالا می. یعنی اگر در حدود 100 فامیل شاید خب. نه همین 20-30 فامیل که هست 3 وقت برشان جور کردیم. یکی صبح میبره، یکی پیشین میبره، یکی چاشت. خب دیگه نمیارن فقط وقفه‌ای برشان چالان کرده میریم تا که برشان کسی باز بسی کسی شوق و بسیاری بیچاره به او میرن. مشکلات او زیاد
خب دار اینی جنس اینی جرا از خاطر خود نگو یا بچه که اکثر از آوردن در خانه تیره میگه بخی او بیار بگی برو باز خب بسیار وقتا برای ماجد هم ضرورت قطار میشه تا اونجا را اون در فوتیو بود در خونه اون مردم از تونکر رو گرفته بود رفته بود دار امروزان میشه که نداشت مگانی تونمو جا تونمو دیگه نیست آه. با خدا تون جرا همین تو بشکا نه سردار اینجا میره دیگه اینجا مشکل نه این حریم مسجد هست دیگه کس کار نداره نمیجا نه یاری میش به جای هیچ کس نیست این نمیجا بیادر بکن فقط هم سر بام ذخیرش باشه دو تا پایپ اینجا بیار خیر اینجا رو باز میشه خود که چا میشه خود تا میشه که ماشین آدم پایین کنه پخش سرش یک منحولک بسازه که هیچ مزاحمت برای مردم هم پوش میکنیم یک دو تا ناله تو خلاص برای بردن بیخی یک دانه چیزک جور میشه برش کنکریت میشه قلف میشه خب هر وقت که کدام وقت خراب میشد قلف شواز میکنی میکشی و اینجا دو تا پایپ تاشه اینجا را ما بیادر بر یک سنگکاری بالا شوه سرش پت شوه خلاص ایقا کار خود تو میتونی او کار اگر نمیتونی یک روز ما بیایی دیگه کارش خدا یا خب گپ بزن حالا بیا اینجا صحیح استاد شو کل دنیا تو را میبینه نه تنها 3-4 نفر دیگه جای چند کندی بیادر 13 اینجا چند کندی یک کار شوه که اینجا نال دام ماشین شرک است هفتونیم سال است 120 متر برای اینکه ما زیاد تا کار ثواب است دیگه میکنیم افسان تو جنجال داره کندنش 600 120 متر بزن 80 برف میکنم ششونیم نه کار سو کاکایی را یک سوتا کاری میکنیم او بده در دیگه جای ششونیم میکنه برای ما میگه 700 باز میگه ششونیم میکنم باز میگم خیر است هم دهی ثواب تو شامل میشه ما میره میگم ما گفتم که میره بیادر و اینمی یک آبادی خیلی کلان از خانه تان آباد زنده باشین انشالله که صدقه جاریه ثواب خیلی کلان را کسای کمک کده خدا خیرشان بده اینمی از اتریش فامیلای کوپالزای کمک کده خدا خیرشان بده خانهشان آباد خیر یک دو تا خانم از خدا خیرشان بده و از این مرض و آفت که آمده خدا کل مسلمان و انسان ها را نجات الهی امین مهلکی کشنده اینه دیگه یک دو سه روز بعد بخیر دیگه اوشا می نوشی بخیر دیگه انشالله آبادی کلان شد برای مردم منطقه خانهشان آباد خیر خوش هستی دیگه قربانت سلام خود چی کار مونده بخیر دیگه ما این حال اینی پایپ واسه میکنیم تا میکنیم بچه‌ها کشی ماست که بسیار کلام خوبی کلام کردیم این حال یک دانه خوبی خود است که دوزی یک کشی میکنیم دیگه بعد از اون آوازه که تا میکنیم تا دیگه چی ضرورت دیگه یک دانه ذخیره کار است دیگه نالیانش نالش کار استاد بسته میکنم ذخیرش هم والا یک دانه 3000 لیتر که بگیریم بسیار خوبه اون 3000 لیتر اونو چه قصه اونو در بام 3000 لیتره را چند پاسه 8000 2000 لیتر را میده و علیکم سلام 2000 لیتر را 8000 بگی پایپ هم بگی از خاطر که ما پایپ باید 25 دانه می آوردیم کی 95 متر 25 دانه یک دانش هم 20 میخوره سانتی میخوره یگان توش 10 سانتی میخوره یگان توش 15 سانتی خیر یک دانه پایپ هم بیار چیزی کم بود و پیسه خودت دادیم از امو بیار باز حساب کو سر ما مشکل نیست اینه نمیدم کامرا بگوین $200 $200 برای من نظری داد دیگه حسابا پاک است حسابی دیگه کلش خلاص است یعنی $200 است که برای ذخیره و برای پایپ و جنراتور و کاری استاد و که تا میکنه قربانت بخیر باشی سلامت صحیح صاحب برو قربانتان این دوستا عزیز دیگه حسابی ها خلاص بود دیگه فقط همین حسابی ذخیره و پایپ یا پیسه استادکار مانده بود که باز برشان رساندیم خدا کنک تکمیل شد بخیر تا ماه روزه را هموطنان عزیز ما از استفاده کنند
پایپ 14 کیلویی نوشته کن. 10 دانه 14 کیلو نمیشه. پایپ 14 کیلو 10 دانه 14 کیلو 14 چند است 715 بود نه؟ نه 720 برات داده بودیم. 715 بود خو خیر کال قرنطینه 720 دیگر اسپان نوشته که 16 کیلو 16 کیلو رسمان نمیشه. 120 متر نه 130 متر بگیم را. خیر یک دام تسیافا. 100 خوانه دیام است نه؟ خیر کم است خود 7 متر 5 متر نیست. این نه 5 متر. بگو چوکیداری چند روز شده؟ چوکیداری 14 روز شد. چی میگی او؟ خواهی 3 روز ما کار نکردیم یکی روزای بارندگی ما کار نکردیم. 9 روز خلاص شدیم. او پڑا دیما چو نه خو 14 روز نصف ما را سر ما گشتاندی ریسپان 14 کیلو شو چو پیسه شوی؟ تیو ضرب که کنه کیلو چو دی؟ 14 ضرب یو سر زلوی 2240 روپا لین برک دونیم بور کو خد او سید ما چقدر تفاوتش می چند 130 ضرب 43 زلوی خگور که یو دور به هم مگټو کنه کرن 5720 روپا شیرش درینیم سوا 350 کی دی اور درې سوا ما راوړل ها او بازک چو شو قیمت او بازک 1.1 200 کلاگی چو شو دغه شای او ټوټل چو شو دا ټول 300 ولي غزا مکمل دا زانو خام او ربل ټیپ نو ټبلن خودل تمام لابا ټیپ ټفلون بیل حساب وکنو نه 500 هم جغل دیگه 34190 پاتې دا بازک 500 هم جغل 34690 90 متر چند است؟ درویشی ولی درویشی 23 ضرب چند؟ 90 یه ویلان جخور گید 2000 نه نقا جمع 34690 36760 کجا بودی مانده نباشی؟ شب رفته بودم شب رفته بودی؟ مانده شدی زیاد؟ از کجا آوردی؟ دور است؟ کجا میبری؟ خانه کجاست؟ پیش است؟ هنوز دیگر راه مانده؟ در پیش خانه تا نگه بمبا بزنیم خوب است؟ خوب است بازک باشه یا بمبا باشه؟ بازک نه شوخه سیار خور هستی دیگه او بازک باشه بمبا را بازشتکا کمک دست میزنم خراب هم میشه نه برو پناهت به خدا دیگه بدون ذخیره و پای پای ذخیره لندوانی نه 36700 شمارلی دیدی او ما شمارلی خب دوستان عزیز ما 36750 افغانی به استاد تسلیم کردیم 24000 هم برای محفوظ جان از بابت کندن و چوکیداری و پول و غذا و 7500 هم قبلا تسلیمش کرده بودیم همراه چند روز پیشکایی پول چوکیدار که جمله مال حساب میکنم نمیفهم که جزئیات باز دوست عزیز ما بر شما در آخر برنامه آسیبولای استانکزی بر شما تقدیم خواهد کرد دیگه 24000 محفوظ جان یکی دادیم 7500 دیگه و 36750 روپام پیسه نل و پایپ و لین و ریسپان و تمام وسایلی که برای یک بمبا ضرورت است خریداری کردیم و همان ذخیره و پایپ رو هم انشاءالله که باز ما خریداری خواهد کردیم سلامت دوستان عزیز امروز روز آخر است بخیر بعد از 21 روز ما موفق شدیم که قرار است امروز بخیر این بمبا را افتتاح کنیم به کمک یاری پروردگار و به حمایت خانواده پوپلزی
که آریانجان کوچک زیاد سهم گرفته در این بمبه از کشور اتریش. دیگه حالا میریم ببینیم که کار کجا رسیده. دوستایی که مسئولیت گرفته بودن روزهای آخر محافظان ببینیم که در کجا کار رسانده. دیگه فعلا در سایه قلعه بختیار هستیم. تلفن جواب بتین یا قطع کنین. در سایه قلعه بختیار هستیم، جایی که مردم زیاد نیاز داشت به آب آشامیدنی و تصویرهایش هم شما مشاهده خواهد کردین. دیگه فعلا میریم همون طرفی که ما رونده هستیم. آقای صاحب جور هستی؟ بخیر، سعادت خوبه؟ بیا خیره دیگه. حالا بخیر بشه. بیا بخیر. چی کردی بخیر؟ دیگه ایچار هم اینه شما جور کردین و ذخیره را بسیار خوب شد نه؟ اینی سر مسجد است. اینی سال سومش است که هیچ توانمندی دیگه شیمه در ولوس نمانده نه که اونم سرش خود شود دیگه. توکل به خدا. او را انشاءالله دوستا هستن به یاری پروردگار آهسته آهسته وام جور میشه بخیر. ما را فراموش ما میشه و هم پروردگار کسیتان غیبی کمکای را خواد کرد. سلامت با عزت باشی. ما میشه خانه خدا. بالکل بالکل. میریم باز امیر بخیر افتتاح کنیم. میریم اونجا را میبینیم مسجد چی کارایش مونده، چی کمبودیات داره. انشاءالله او را باز سرش یک نظر مندازیم. توکل به خدا. اون سال توانمندی از زیر نداره. مردم کلش بیچاره و غریب. بله بله. چیز خصوصا در این حالت کرونایی حال کلگی قیت خانه است. راست میگه. قرنطین است که شور خورده نمیتونه. دیگه اینمی را توجه. توکل به خدا. خوبه. نه اینی دستار ایره بازناق دادی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادرها یکی مردم آمدن و تکلیف کردند و به مسجد ما و شما یک برمه زدند. خداوند برایشان اجر بده. اصل حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم است که می فرماید بدون شک صدقه که است تدفع میتة السوء، دفع میکنه رفع میکنه مرگ بد، که از آن خصوصا در این حالات که بسیار مطابق هم است که امی مرضی کرونا هست یا هم مرضی وبا هست. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کسانی که صدقات میکنه خداوند جل جلاله امی امراض را به خاطر صدقات شما دفع میکنه. و همچنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که انما صدقه غضب الرب تدفع غضب الرب، خداوند جل جلاله دفع میکنه به خاطر صدقات شما قهر خداوند جل جلاله. و آل ما و شما میبینیم که بالای تمام مردم جهان از طرف الله جل جلاله قهر و غضب نازل شده است که امی عذاب است که کرونا هست و هیچ کس امی مرض را دفع کرده نمیتونه به خاطر که این عذاب الله جل جلاله است. تنها و تنها یک راهش است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفته است که امی هم صدقات شما است که خاص بر رضای الله جل جلاله باشه و بالای مستحقین باشه. پس لحاظا گفای خود را دراز نمی کنم از آن کسانی که با ما همکاری کرده و اینجا با ما تقریبا همی طریقه آب جور کرده، خداوند برایشان اجر بدهد و خداوند جل جلاله دیگم توفیق بده که امو تو کارا را بکنه. خصوصا مسجد ما و شما که هست تقریبا که منزل دومش است شت امو تو مانده دیگه. این تقریبا همین مردم که است کدام زور و طاقت که داشت فقط اینمی بود که یک منزل را خود کرده دیگه. حتی منزل دوم که است او چت نداره. لحاظا از کسانی که مستحق هستند و چیزی دارند از آنها خواهش میکنم که با ما دیگه همکاری بکنه که تا که همین منزل دوم ما که چتش همون طلوچ است همین خود شود. و در آخر باز هم جهان سپاس و
خداوند جل جلاله امی کاری که شما کردین و صدقه کردین خداوند جل جلاله به دربار خود قبول بگرداند. الهی امین. د آریان جان وړکې ماشوم ده اتریش کې اوسیږي د پوپلزی او فامیل ده چې د پیسې را لېږلې وي خدای دې ورته اجر ورکړي او دعا به هغوی ته په ټول سره ګډه وکړو چې خدای دې دوی ته توفیق ورکړي چې کوم بل ځای کې هم که داسې پلان وي له خیره موږ هغې ځای ته هم رسیدګي کوو له خیره هلته به هم یو کوی اڅا وشکو له خیره. نو پوپلزی فامیل ته خصوصا وړکې ماشوم چې آریان جان ده چې دا پیسې راټولې کړي دي د بمبې له خاطره دوی ته به یو دعا وکړي او موږ افتخار کوو په همدغسې کسانو باندې په همدغسې ماشومانو باندې چې تر اوسه پورې همدغسې یو فکر او احساس ورسره ده چې پیسې را جمع کوي راټولوي د دې په خاطر باندې چې خلکو ته یې داسې کار وکړي چې هغوی ورڅخه ګټه واخلي. نو دا که انشاءالله العزیز نور الله پاک دوی ته د خیر ژوند ورکړي نور به هم همدغسې کارونه وکړي. امین دعا ورته کوو. الحمدلله رب العالمین وعلى آله واصحابه اجمعین. یا الله جل جلاله همدغه کار چې دوی کړی ده خصوصا آریان جان الله جل جلاله ورته صدقات چې دوی کړي دي خدای ورته قبول وګرځي. الهی امین. یا الله جل جلاله هر هغه امراض چې په مسلمانانو باندې حواله دي په خاطر د همدغه صدقاتو یې دفع او رفع وګرځي. الهی امین. خدای جل جلاله دوی ته حلال رزق او حلال روزي نور هم ورته نصیب وګرځي. خدای جل جلاله همدغه صدقې چې کړي د خدای د تعالی د رضا لپاره وګرځي. یا الله جل جلاله دوی چې کوم حاجت شرعي لري خصوصا آریان جان خدای جل جلاله ټول حاجات شرعي ورته پوره وګرځي. یا الله جل جلاله له ټولو مسلمانانو څخه په سبب د همدغه صدقاتو باندې همدغه امراض دفع او رفع وګرځي. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجاتهم وحاجات جميع المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشفي أمراضهم وأمراض جميع المسلمين. ونفيض جميع أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. حال ما شما دوام کردیم دیگه ببینیم کالا میای نمیای کالا قاری صاحب مهربانی کنین شما کدام یک پایپ بگیرین توکل به خدا کدام از سوچش بیانه محفوظ جان بیا تو که خودت انجینر کار هستی ترتان نکنه یک چک چک کنین دیگه خداوند پاک قبول و مقبول بگردانه کسای کمک کردن خود دو دانه پایپ به خاطر ازی جور کردن هر هموطن ما که از خانه میه یا دو تا سطل میاره یا دو تا بشکره که متوازن برقرار باشه دیگه. اینه بخیر کاکا بیغم شدی دیگه از جای دور از او آوردن ها؟ اینه دیگه پایپشان باش که یک چک کنیم تر نشی تر بیا پدر. بسم الله. خب او دوستایی که کمک کرده بودن گفتن باید بمبه جور کنین امایی که محفوظ جان گفت از 70 متر پایین بره باز اطفال عزیز ما زورشان به بمبه زدن نمیرسه. با او خاطر دیگه چند متر کندی؟ 95 متر 95 متر کندن. باز ما او بازک تا کدیم پایپ گرفتیم اونو ذخیره را مد نظر چند لیتر است همون؟ 2000 لیتر از دیگه. نه دو دانه پایپ فقط اطفال عزیز ما بیان آب پر کنن و ببرن به خانه. خدا خیر بده شما را سلامت باشین زنده باشین. و در مورد مسجد هم قاری صاحب یادآور شد که منزل دویش نیمه کاره مانده. اگر دوستایی که این تصویر باز ما نشان میتیم ببینن اگر چیز از دستشان می آمد دیگه صدقه جاری است. خداوند پاک کلتان خیر بده دیگه. مهربانی. دوی ازی که مان منزل پایین ازی را به بسیار مشکل مردم ما بسیار بیچاره مردم است غریب مردم است پریشان است غریب کار هستند تعداد زیادش بیکار است از امو جنجال فامیل خود برآمدن نمیتونه. بله منزل دو را به بسیار مشکل منزل اول را جور کردیم منزل دو دیوالایش رسید چتش ماند. حال هیچ توانایی در وجود هیچ کس نیست که سیخ بخریم و ریگ و سمت چت ازی قالبندی شو کانکریت بریزه. بس این همه قدر کار مونده. حال دیگه کسایی که ما بیخی بالاست 200 300 کسای کار میکرد وام دیگه بند است فعلا 2 ماه شد دیگه قرنطینه است چیز کمه. اگه مساعد صدر پام میداد تمام قید شد دیگه کلگی در خانه است. بزرگوار مولوی صاحب فضیلت مهربانی مولوی صاحب اینجا این کمک کردن و گفتن تشریح کرد و از طریق ازوا که شما در بین پل ارتباطی بودید. بله
خیرتان برای ما رسید در این منطقه. از شما هم جان سپاس. سلامت باشین. و اونا را خداوند اجر پاداشش هم در دنیا و هم در آخرت نصیب بکنه. سلامت دوستای ما خداوند این توانایی را نصیبشان بکنه که همونطور کارهای نیک و خیر. الهی آمین. ان شاء الله ما بازم میایم خبر میگیریم روز شب که بخیر مسجد سرش پوشیده باشه و یک نماز جمعه را همینجا ادا کنیم بخیر. زنده باشه. به دور نمیمانیم. ما این مافوزیان است که لحظه به لحظه دقیقه به دقیقه تصویرایش است که 20 روز است که ما در تعقیب از اینجا بودیم. امروز این موفق شدیم که بخیر امیر افتتاح کنیم، چون ماه رمضان بود. ما گفتیم که هموطنان عزیز ما زمو جای دور آب آوردن که زمو بیغم شوند. شما را با عزت داشته باشه و اونایی که در خارج هستند اونا را خداوند در امان خود نگاه کنه. در هر جایی که هست هموطنان ما خدا نگاهش کنه و با عزت باشند در اونجا. از شما بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین بخیر. ما چند روز که آمدم تفلکا را کلش هم دیدم، بشککا در دستشان بود، گاهی او طرف می رفتن گاهی او طرف. ما گفتم بیا زیاد که زحمت بکشین، یک 10 روز دیگه انشاءالله 10 روز بعد خداوند پاک رحم خدا خواد کرد دیگه. این امروز بخیر تکمیل شد. تشکری میکنم از تمام دوستایی که تشریف آورده بودن. اگر شما فکر کنم جای رفتنی بودین دیگه. ژوندی اوسئ. مننه. بس تاسو وخت نه ضایع کوو، موږ دلته لیدونکو سره څو خبرې کوو. او یا مننه او مهربانی. سلام علیکم. خب بالاخره دوستای عزیز بعد از 21 روز ما موفق شدیم که از عمق زمین با کمک یاری شما وطنای عزیز فامیل پوپلزه آریان جان کوچک یک بچه ناز قندول است دیگه تا اینجا رساندیمش. فقط یک چیزی که باقی مانده وی است که ما یک روز دیگه بیایم بخیر همینجا فامیل پوپلزه نامش حک کنیم. به خاطر از این کل جای قرنطین بود، همه جای بسته بود. ما اینمی قدر کارا را به کمک یاری پروردگار و محفوظ جان که اینجا خودش چهارم کند و اینی چیزا را هم تنظیم کرد دیگه. این حال یک چند دقیقه بعد باز ما وضو یک کشتیام میگیریم به خاطر از اینکه قدمه حسابی باید بته چی خریده چی کده چی نکده. به هر صورتش دیگه فقط حال دوستا میتونن که آزادانه بیاین آب ببرن. خواهی دیگه هست بیار بشکست. بس بره دیگه چند تا بشکا را بیاره بخیر پر کنین. سپاسگزاریم در این برنامه از خانواده پوپلزی و آریان جان کوچک از اتریش که مبلغ 1,05,000 افغانی را برای حفر چاه آب ارسال کرده بود که از آن جمله مبلغ 26,000 افغانی حفر چاه عمیق، مبلغ 4,400 افغانی پول غذای کارکنان حفر چاه و نگهبان وسایل، مبلغ 36,760 افغانی خریداری وسایل داخلی برای چاه آب و مبلغ 37,000 افغانی هم مصارف نصب و خریداری وسایل ضروری برای بخش خارجی این چاه که در مدت 21 روز به پایان اکمال رسید. مجموع پول مصرف شده در این برنامه 1,04,850 افغانی می شود.